سلام دوستان، اومدیم با یه ویدیو دیگه. این دفعه میخوایم یه دونه فندک برقی درست کنیم. یه باتری لیتیومی، دو تا سیم که وسطش یه المنت باشه. میایم یه تیکه از سیمشو، یه دونه این سیمه رو میپیچونیم، میبریم میذاریم توی، گذاشتیم توی سوختش گذاشتیم توی چسبرق رو میاریم، چسبرق میزنیم. چسبرق رو زدیم، میایم یه سیم دیگه هم اینجا، سیم دیگه اگه پیدا بشه میایم اینجا یه دونه کلید 01 میندازیم اینجوری راحت، اینجوری یه سر این سیم وصل میکنیم. به این ورش بچه خدای لایک کنه، من پیشرفت کنم، روزیهای بیشتری واسه تون بذارم. اینم کردیم توی این سیمی که المنت نداره، اینو میاریم لختش میکنیم، لختش میکنیم، بعد میایم این طرفشو به منفی وصل میکنیم با چسب بر، و الان فندکمون درست میشه. بچه یه دور بیشتر بزنیم چون اینجوری بهتر صاف کنیم، صاف میشه بهتر میشه. خب الان بستیم بچه، الان یه نگاه کنیم